کدوم یک سوز قراره بک بخوره؟ نکنه کلاغه. خودشه کلاغ قراره بک بخوره. بعدش هم جعبه طلایی بعدی میگن قرار انفور بیاد. سلام عشقای دل، خوش اومدیم به یک دیگه از ویدیوهای چنل برادران اسکورپیون. قراره یکی از ایکسوتای خیلی خفن بک بخوره که تا الان تو پابجی بک نخورده که خیلی ها عاشقشن. کدوم ایکسوت قراره بک بخوره؟ نکنه کلاغه. خودشه کلاغ قراره بک بخوره. کلاغ بعد چند سال میخواد تو پابجی بک بخوره. من بیچارم بابا. آره دیگه تو بیچاره، چون کلاغو داری از همون اوله. بدبخت اونایی که دیگه کلاغو دارن. فرعون که خز شد، الان کلاغ هم قراره هیچی دیگه خز بشه. اونایی که ندارن که عاشق اینن کلاغ بک بخوره، ولی اونایی که دارن دیگه هیچی دیگه. بعدش هم جعبه طلایی بعدی میگن قرار انفور بیاد. میاد؟ بعید میدونم بیاد. اون جعبه طلایی بعدی قرار نیست از اول سیزن مشخص بشه. الان خیلی ها میگن جعبه طلایی بعدی انفور میاد، نمیدونم انفور لیزارده، M700 جوکره، فلانه. ولی جعبه طلایی بعدی پابجی یه کاری میکنه توی یه هفته آخر نشون میده مثلا تو جعبه طلایی قراره چی بیاد. پس جعبه طلایی بعدی هر کی هم بگه قرار فلان بیاد فقط یه حدسه. شاید بیاد، شاید حدسش درست در بیاد، ولی مشخص نیست، 100% نیست. بایستین تا هفته آخر، اون موقع مشخص میشه. و این که میگن قرار ستای خیلی خفن تو میتیک فروز بک بخوره، اونم مشخص نیست. چرا؟ چون تو همون 10 روز یا یه هفته یا 15 روز آخر سیزن مشخص میشه که قرار چی بک بخوره. اول میتیک فورجا مشخص میشه، ستاش و گاناش و اینا، بعدش قرار جعبه طلایی مشخص بشه. پس الان نمیتونیم 100% بگیم چی میاد چی نمیاد. هر کی هم هر چی بگه فقط یه حدسه. پس اون موقع مشخص میشه چی میاد. الان هم بریم سراغ یک گیم پلی خفن. برو بریم. بی بلس ورساچه لویزون درکه اکباتون اینجا ترونه گنگ سر تکساسه حبیبی اشلونه تیزی چیه ما تو رو میگیریم وشکونه به چه بغل تو ایرونه با ما هایی میشه ولی انگار ردبوله ورسا ماینره میزنم کشو به جیب اودی نایپره با بچه مرو کشی اکسپلور وایراله میشتاسن قراره چی بشه؟ زلی برو انگشتیام کو؟ انگشتیام یادم رفت. کو؟ انگشتیام کو؟ خب اومدم. برو بریم. کلاغ باشه. بدم بریم. بریم پوچینکی. پوچینکی؟ بریم. صدا خواه کنم تا بزیگه. من که نمیتونم بکنم. چی؟ ABN حمزه بیا بپر MB یا SF فرق نمیکنه. ما که درگیر انگشتیایی لا 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 لا. جیر کفون. بریم.
میرم اینجا. بریم. 2 نفر بخشین، 2 نفر جلو، 2 نفر بخشین. پیپی؟ نه نه بود نه بود نه بود نه باک خورد بر ندارین گانو وای گان بدین گان سر. گان بدین بیا. اصلا تیر ندارم داخل خونه نیمی خیلی دمیجه 4 تیر دارم برو بیا باراش نده حالا برم بالا کمپه فرار کرده زیر پا نفره پشته خونه شاید باشه کمپ حواستون اینجا. باشه کجا افتادیم؟ بگیریم. ها تو چه میکنی؟ خب بعدی بشه. کنار که بره افریقا یا اینا که پشت خونه خونش کن. بیا. برین داخل خون بنداز. دارم. اسکوبش لازم شما میشه بنداز. واقعا کن دیگه داره نت خراب خوده البته خوبه بعدم میه نه خوبه صدا پا طبقه بالا بریم بیا. نه نره بیان بیرون این دور هم. بریم بیا. پشت اون دیواره خیلی زدم. تنازون کاور بده خون بنداز. کجای کاور خیلی زدم این. وایجی دنیا این جای نمیره. این فور دیدیم بگه اینی میدیدی نه دیدیم کجای
با کلیت یک لحظه اصلا با عجیب غریبی خود نمی ماشین یا ماشین یا پروانه معلوم نیست ماشینه بعدی بزنه تمام اسکوات خفن پشت سر نمیاد اینجی پروانه بود بریم بابا میگه مارکر وایجی مارکر میگه بنازم ایبر آینه ببین نمیدارم کجایی؟ تلگرام زد. Enemy. پروانه کجایی؟ کجای اینمی؟ فکر کنم کلیسای نمیاد از طرف کلیسای صداتی رو هم بیا بالا باید که بشینه بره بله شما یک بپر برو تو پروانه داری پروانه داره Ay baba. ریکال نفر نوکه برن راش برن دیگه هست خلاص اینجا بس کن کسی نیست نه بسته پشت می سنگ هم اینمیه بک نمادم برن کجای؟ خلاص اینش تمام اوبر اینمیه اوبر اینمیه کاور بگیریم آره. رشتا یا تونی اینمی یک بگیریم نه دو نفر خورد ریکار
اگر پشت سر بره چه نکنه. پشت سنگیه. بریم اسکواده فعلا هم اینجا. چی دشی بنده خدا. خلاصه بابا بسیم این برو کیف لط کنه. کیف ازو یا کیف خود کیف خود. بالا پشت بومه فکر کنم یکی دیگه کجا؟ یکی دیگه پشت سنگی هم بود که پشت سر نمیاد نه. آه مار کن. سکن کجا بره؟ فرار کرد. کلیسا اسکوبا دیدم. ما طرف کنیم. نه بزن اینا بیا. ما رفتیم. نه نه اونا بالا هن آخه. لاقل دور کنیم. کجا هستن اصلا؟ فکر گفت کنم کلیسا. برفتم از اسکوبا از اینجا. اونها میگه هستم. enemy. اونه دو نفرم نه. آه با وسیله بیاین تکچه خود چه دار دار بریم دار نوازم دو تا. نه نوازم نمیرم تکشو چیزی تکشو. enemy. نمیرم گواز نبیا. بیا سوار اسب شو ما نداریم فش جمع. شما رو دویم بیا سوار اسب شو بریم اسکول نه اسکول رفت زون بریم فار داره. سر ریکال فارم داره. حالا دیگه. واجه رو سوار کن کجاه؟ بیا. موتره چی؟ بسار بالا. بیا. بری نشته چول تو. بله. برن سر ریکال. ما که میرم دیگه مراد شما. بچه هم مایکل خواهم با نکن ما که یک نفر باشیم اون ساعت خونه نفر این خونه نفره. شب این خونه ریکار نفره. ای بابا خیلی بعد سنی. سر. به داخل ما خونه فکر کنم. موتر هم بیا موتره اون. این جگه اسکواده. اوه
کجا؟ همون پنج ستون ایوه بیکار کنم کی؟ Jang 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 hatan. C'est un boum 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 boum. C'est un boum 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 boum. Dès le premier regard, m'a ressenti l'étincelle. Son énergie m'a parlé sous ma peau et sous ma peau. J'ai su qu'elle était l'essentiel, Jana. Son sourire m'appelle Stamo, sa présence me soulève. گفتی داخل نمیخونه. مکان تاش صدقه گرفتم گفتم پشت سر نزن مرسی که تا اینجا این ویدیو رو دیدین. حتما لایک سابسکرایب زنگوله هم بزنیم تا ویدیو بعدی. خداحافظ. خدا نگهدار. چیزی که خیلی مشکل بگیری مشکل میشه. نه. لایک سابسکرایب. بیا بفرما. لایک سابسکرایب. دست جمع میشه.